سلام، به انگلیش تاپ تیپس خوش اومدی. با من سحر هزاری، مترجم و مدرس دوره‌های آیلتس و مکالمه زبان انگلیسی هستی و قراره در این ویدیو در مورد پست پرفکت یعنی زمان گذشته کامل یا همون ماضی بعید صحبت کنم. خب اول باید بدونی که این زمان رو چطور و با چه فرمولی باید بسازی. با فرمول subject plus had plus pp plus یک قید زمانی که مربوط میشه به گذشته، مثل before، مثل many years ago، مثل a few years ago یا هر قید زمان دیگه ای که نشون میده جملت مربوط میشه به زمان گذشته. کی ازش استفاده کنم؟ پرکاربردترین و رایجترین استفاده از این زمان زمانیه که دو عملی در گذشته انجام شده و تمام شده، رخ داده و تمام شده و الان تو داری در اسپیکینگ و رایتینگت در موردش صحبت میکنی. عملی که زودتر اتفاق افتاده، اول اتفاق افتاده، با ساختار had pp باید ساخته بشه. عمل بعدی با یک جمله گذشته ساده که همراه when هستش و یا یک جمله گذشته استمراری که همراه while هست ساخته میشه. مثال میزنم برات که بهتر متوجه بشی. مثلا من میگم I had emigrated abroad when my sister finished her studies. من مهاجرت کرده بودم که خواهرم درسش تموم شد. یعنی اول من مهاجرت کردم، بعد خواهرم درسش تموم شد. من اگر بخوام جای این دوتا جمله رو تغییر بدم، هیچ تأثیری در مفهوم ایجاد نمیکنه. When my sister finished her studies, I had emigrated abroad. وقتی خواهرم درسش تموم شد من مهاجرت کرده بودم. پس اول مهاجرت من اتفاق افتاده و بعد تمام شدن درس خواهرم. میتونم با استمراری مثال بزنم که تو بهتر متوجه بشی. دقیقا همین جمله میگم I had emigrated abroad while my sister was studying in university. یا جای جمله رو عوض کنم بگم While my sister was studying in university I had emigrated abroad. وقتی من مهاجرت کرده بودم، یعنی من مهاجرت کرده بودم در حالی که خواهرم در حال درس خوندن بود. اون زمان درس خواهر من تموم نشده بود. من مهاجرت کردم، اون در حال درس خوندن بود و بعد درسش تموم شد. پس متوجهی که اگر تطابق زمان رو بلد باشی و به درستی استفاده کنی، هم سپیکینگ و رایتینگ لول بالا و نیتیو لایک خواهی داشت و هم نه خودت دچار میس آندرستندینگ میشی، نه مخاطبت رو دچار میس آندرستندینگ میکنی. مفهوم در جملات گفتاری و نوشتاری کاملا واضحه. دیگه نمیای همش از جمله حال ساده، گذشته ساده، جمله‌ای که سیمپل اسپیکرها استفاده میکنن استفاده کنیم. خب دیگه کاربردش چیه؟ به صورت یک تک جمله میتونم به کارش ببرم. مثلا دوستت میگه که یه فیلم جدید گرفتم، بیا با هم بشینیم تماشا کنیم، خیلی عالیه ولی حالا اسمش یادم نیست. تو میشینی وقتی که فیلم پلی میشه میگی ای بابا این که من اینو دیده بودم قبلا، میگی oh I had seen this movie before it's not new for me. واسه من جدید نیست، من اینو قبلا دیده بودم. پس از ساختار had pp و before یا هر قید زمان دیگه‌ای که مربوط به گذشته است استفاده میکنی. میخوای منفیش کنی، میتونی با نور منفیش کنی و قانون نور رو میدونی. اگر در جمله بیاد ساختار جمله مثبته اما مفهوم جمله منفیه. مثلا میگی I had never eaten such delicious food before. وای من قبلا یه همچین غذای خوشمزه‌ای نخورده بودم. فرض کن حالا یه کشوری رفتی سفر، یه غذای جدید خوردی و اینکه غذای خیلی خوشمزه بوده و جمله I had never eaten such delicious food before رو به کار میبریم. میخوام با not منفی کنم. مثلا میگم Wow, I hadn't seen such a scenic scenery before. وای من این همچین طبیعت اینقدر زیبا و چشمگیری رو قبلا ندیده بودم. چقدر جالبه. از hadn't seen استفاده کردم. میخوایم منفیش کنی. ساختارش تقریبا مثل همه زمانهاییه که میسازیم. اگه به زمان present perfect هم نگاه کنی که جای have و subject عوض میشه، اینم همونطوره. مثلا من ازت میپرسم Had you eaten such delicious food before? تو قبلا یه همچین غذای خوشمزه‌ای خورده بودی؟ شما میگی Yes I had. آره بابا خورده بودم. یا No I hadn't. نه واقعا نه، راستش نه، من نخورده بودم یه همچین غذای خوشمزه‌ای رو. پس دقت میکنی و مفهوم جمله‌ای که میخوای بگی یا بنویسی رو در نظر میگیری و با دونستن نکات گرامری لول اسپیکینگت رو ارتقا میدی. من خیلی ساده به مادر تانگ یعنی همون زبان مادری واسه اینجا توضیحش دادم و تو راحت میتونی با چند بار نگاه کردن این ویدیو و همچنین
ویدیوهای قبلی که مربوط به زمان میشه که در پلیلیست همین کانال گذاشتم در قسمت گرامر، بری اونا رو نگاه کنی. اگر نکته ای رو یادت رفته و یا نمیدونی به معلوماتت اضافه کنی که یک سپیکینگ و رایتینگ قوی تری رو بتونی ارائه بدی. و دیگه هم نمیتونی بهانه رو داشته باشی بگی من تا حالا همچین چیزی کسی بهم نگفته، یا اینکه چون انگلیسی درس میدن من اصلا متوجه نمیشم، یا اینکه کاش کلاس زبان میرفتم، کاش یه معلم خصوصی داشتم. من اینجام که همه چیز رو واسط آسون کنم، آماده کنم و پرکاربردترین هاشو توضیح بدم که تو بتونی یک انگلیسی خیلی سطح بالایی رو تجربه کنی و ازش لذت ببری. پس دیگه تعلل نکن و یاد بگیر و پرکتیکالش کن و استفادهش کن. مطمئنم که موفق میشی.